سلام دوستای عزیزم، صبح زیبای پاییزیتون بخیر و شادی باشه. مرتضی هستم. میخوایم یه ولاگ بگیریم از رشت به پیربازار و زیابر. امروز دوم مهر ماه، ساعت هم 8:05 است. ساعت ما رفتی ساعت عقب با تفکر. الان هم تو بولوار قلی‌پور هستیم، داریم میریم زیر پلی که همیشه ترافیک. قبلا این ولاگو از اون سم گرفتم، از زیابر به پیربازار و رشت. امروز گفتم یه برعکسش هم بیایم. مدارس باز میشه اینجوری رشت و قفل میشه، بارون میزنه دوباره بر میشه. یه هر کسی یه ماشین گرفته افتاده میخواد ولاگ بگیره، شهر شلوغ میشه. هیچکی هم رایت نمی‌کنه. میاد آن تاکسی از راست میاد، این از چپ میاد. من یه خورده روز لود نشدم. نه این پل غیر همسط که اشتباه نکنم باز قلی‌پور باشه اسمش. دست راست ما الان برسیم میره پل بوسار، مستقیم که میره به چهارراه سامری. دست چپ هم میره به سمت پیربازار، ما میریم دست چپ. همونو بزنیم اینجا در رفتیم اینجا رسیدیم مقصد. این یه تیکه هم بریم به سمت رضوانشهر. البته ولاگ رو از زیابر ادامه میدیم به رضوانشهر. امروز چهارشنبه بازاره. من برم براتون ولاگ بگیرم. میبینین ترمز زیاد کاربرد نداره اینجا. اسم این یه تیکه رو یادم رو چی میاد. از سمت همین رشت بخوایم بریم به سمت غرب تقریبا 4 تا راه وجود داره. یکیش که از یخسازی میره به فومن و سومسرا، یه دونش از سراوانه. سراوان وصل میشه به فومن و سومسرا و مستقیم میره آستارا. یه دونم که این راهه، یه دونم از انزلی راه هست که میخوره به رضوانشهر و پونل و بعد از اون دوباره به تالش. بین این سه تا راه این راه تقریبا فرعی تره. الان وضعیت جادهش هم میبینیم با هم. آخرین باری که من رفتم اینور این بود. این کنم ولاگ زیابر رو خواستم بگیرم، یه تیکه ویدیوش هم براتون گذاشتم. بهار بود، بهار بارونی بود، وضعیت جاده زیاد خوب نبود. این میدون رو میبینید، این وصل میشه به گلسار. اسم بولوارش یادم رفت چی بود، وصل میشه به گلسار.
دوستان عزیز همه رعایت بکنن. سرسام نمیخواد اعصاب خود میاد بیرون میگه برو خدا آمرد اعصاب خود خورد نکن. من خوب رانندگی میکنم، همه وایسادن منم وای میشم. این بخشای ابتدایی جاده خود معمولا شلوغه، هم تنگه، هم مغازه زیاد داره، هم وای میسن. بعدش خورده راه عریض میشه، بهتر میشه. اینجا قبرستونه، اسمشو نتونستم بخونم. اینجا پنجشنبه جمعه شلوغه، روی همه رفتگان شاید یادشونم گرامی. این جاده تا پیربازار یکی از خطرناکترین جاده هاییه که به رشت منتهی میشه. ببینید بولوار نداره، قشنگ همه میان این بر. حالا باز سر صبح همه یه خورده اعصاب دارن شارژ. تقریبا دم ظهر میشه دیگه اون خطی ها این لاینن، این ولی ها اون لاینن. معمولا هم تصادف مجبور میشه، با سرعت میان یه تیکه رو. پدر خانم هم تو ماشین نشسته باشی یا تو ماشین نشسته باشه صحبت تصادف اینا کنی دعوات میکنه. یادونو یا 80% رانندگی اینه که 20% اینه که تو نزنی، 80% با موضوع باشی دیگران بهت نزن. هوا هم سرد شده دیگه. ما الان دیروز بارون بود، یکی دو روز رو گرفته ابری. دوباره بعدش بارونه. این ولاگو شاید زمانی گذشته باشه شما دارین نگاه میکنین، اینقدر ولاگ خوب هست که هنوز نذاشتیم. من گفتم خالی از غریزه فکر کنم میگن نباشه. داریم میریم مسیر برای دوستان ثبت خاطره کنیم، گرچه ویوش زیاد نیست مطمئناً. ماشاءالله دوستان رشتی راهنما میزنن. امروز روز خوبیه. پس یه تیکر احتیاط میبینی یهو سر سرعت گیر وقتی پیچ میه میبینی ماشین آروم میره. نان سنتی گیلان، ترکیبات آرد برنج، نان کشتام هم نوشته. از اینجا به گلسار دو سه تا راه داره، دو سه تا راه وصل میشه به گلسار. رودخونه اگه اشتباه نکنم رودخونه زرجو باد باشه، بعد دو تا تقسیم کرده. دوستان رشتی امروز همش سورپرایز میکنم ماننده راهنما. پیل داربون
بعد قیمت این ور ملک با اون ور تقریبا 1/3 اون ور جز گلسار حساب میشه، همینجور داره محله کش میاد. این ور جز جاده پیربازار. یه چی دیگه هم بهش میگن من اشتباه نکنم، جاده پیربازار فقط نیست، یه اصطلاح دیگه هم شنیدم یادم نمیاد. این معمولا چیزای چوببری و اینا اینجاست، ما کار داشتیم نیم حادثش اینجا دارم. از اینجا دیگه بولوار شروع میشه تا خود پیربازار یه خورده امنیت جاده بیشتره، ولی باز همینجور سر دور برگردون. و شما دنا رو نگاه کنید، میخواد بیاد دور برگردون رو برگردون. دور گاو میشه تشخیص بده، دور مشخص گاو سیاه. نمیشه به شهر شهید پرور، شهر تاریخی و شهید پرور پیربازار خوش آمد. ما داریم 70 تا میریم، 100 تا نمیریم، شاید تو دوربین نشون میده. اینو آخرین باری که داشتم میرفتم اینجا داشتم عریض میکردم، خدا رو شکر یه خورده بزرگ شده، بخش ابتداییش باز خطرناکه، اینجا وضعیت جاده بهتر. این پیربازار رو هم من قدیم که نبودم، پیربازار نیست که اینقدر آب داشت از خودش قایق اینا میومد بار خالی میکرد از روسیه. بازار هفتگیشو من ندیدم جای کلیپ بذاره، جای توضیح بده. پیربازار الان میرسیم، یه سراحه، سمت راست میره سمت خمام منزلی، چپ میره سمت زیابر و سام سرا. یه چند تا جای دیدنی هم داره، جز هندخاله است، رودخانه سیاه درویشانه، سلکه فکر کنم اشتباه نکنم، منطقه حفاظت شده سلکه. پرنده های رفتم نذاشتم فیلم بگیرم، گفت تقریبا یه روز در رفته. اینم پیربازار زیبا، یه روز در ماه در سال داشت. اونجا شانزلیزه است، بعدم ناخون بخوره.
و محله زیبا واقعا داره. اینو فکر کنم جزو سامسرا باید باشه اگه اشتباه نکنم. سیاه درویشان که جزو سامسراست. هندخاله اینا باید جزو سامسرا باشه، باز مطمئن نیستم. خدا بیاد. این جاده باز یه بخش اولش یه خورده چیزه، دو سه تا کارخونه و اینا داره، اینا مال مرغ و اینا من دیدم. یه خورده بخشای بودش باز شلوغ‌تره. بعدش یه خورده جاده بزرگتر میشه. بهتون توصیه میکنم بازم دوستان اگه ویدیو رو میبینین، این جاده اصلی نیست. مثلا شب اینجا نور نداره، خورده فرقیه. اگه آشنا نیستین یا ماشینتون قابل اعتماد نیست، این راه رو پیدا چیز نکنید، انتخاب نکنید، چون شب خطرناک هم هست، چون میبینید بولوار نداره. توصیه نمی کنم. وضعیت جادهش هم دعا کنه. الان جاده بخشای خوبش، وسطا برسیم واقعا وضعش خراب، مخصوصا اون لاین باز بهتره. این دوربین لرزش نشون نمیده، بهتون میگم. این گل زردار کنار جاده میبینین، این گل سیب زمینیه یا لون مسی هم چیزی محلی ها میگن، یا شقاقل. باش هم ترشی درست میکنن، هم مربا میپزن. این زرداد مرما اینا فصلشه. الان تو بازارم اگه دیدیم تو ولاگ براتون توضیح میدم. کفتر رو این جاده رو تقریبا فکر کنم 7مین بار 8مین بار میرم. معمولا صبح خلوت بود، امروز من نمیدونم نمیشه راه رفت. این چیز مال قطار بود، ریل قطار بود. ولاگ اینو پارسال گذاشتم از اون سمت. یه بخشایی همش 8 بخشایی هست که بهتون بازم میگم بساط میکنن اینجوری آلاچیق مانند درست میکنن، کدو اینا میفروشن، کدو محصولات محلی همجا. خیلی باله، جو باحالی داره. تورو طرف طرف کلمه مختلفی داره. شرق گیلانی ها میگن ترپ پ میگن. الان هم پاییز فصلشه دیگه، بارون بزنه فسنجون بذاری و با طرف. هر یکی میان میگه نه طرف، میگن چند مختلف میگن چیزای. اصطلاحی مختلف. بنزین هم نداریم، با بنزین دیدم مجبورم با هم بنزین بزنیم. یه خورده جاده باز شد. این سپید ماکیان، این چند تا از این مسیر داره، پرورش مرغ و اینا تو این مسیره.
سمت هم داره، ما میریم که این سمت صحنه کنار دست من باید ببینید. یه دشت پرشید پر گاوه. برای گاو میشم دارن، گاو میشم داره دوش مسرا و آستانه اون طرف خما گاو میشم دارن. یه شیر باحالی هم داره، مزه خوشمزه. کنار خونمون هست، دوغ شیرشو میپوشه، محلی محصولات محلی باحاله، یه مزه خاصی میده. چون نه اونقدر با شیر گاو تفاوت کنه، ولی یکم متفاوته. زیابر 30 کیلومتر. براتون آهنگ گیتاری هم دانلود کردم، عشق کنید. دیشب ولاگ بازار رشت رو براتون گذاشتم. بازار شهرداری داشت پیش از مدارس. اگه نمیدونید دیدین یا نه نگاه کنید. قیمت دفتر کتاب واقعا زیاده. یعنی کتاب اصلا زیر دفتر، این دفتر اصلا زیر 85 تومن 90 تومن 100 تومن اصلا دفتر نداریم. این دفتر خیلی معمولی. یعنی یه محصل داشته باشی حداقل 8 تومن تا 10 تومن هزینه استارتشه. حالا فکر کنین شاید 8 تومن 10 تومن پولی نیست، ولی پای حقوق کارگری 15 16 میلیونه. یعنی نصف یه پول کارگری اینجوری باید مقایسه کرد. مثلا کارمندی آقا 20 تومن 22 تومن نهایتش 8 تومن میشه تقریبا 24 تومن. اگه بگیریم میشه یه سوم حقوقشو بابت استارت یه دانش آموز باید بزنه. من 2 تا دانش آموز داشته باشه چیکار کنه؟ یا فقط کیف و کتاب اینا نیست که، اون خود مدرسه هم پول میخواد، سرویس میخواد، تغذیه میخواد. روزی 50 تومن الان چیز عادیه واسه تغذیه. بعد با یکی از دوستانم دیشب صحبت میکردیم، دقیقا میوه تو این 2-3 هفته 30-40 هزار تومن گرون شده. مرغ از تیر ماه آخر اوایل تیر که حمله اسرائیل بود تا الان 300 هزار تومن گرون شده. این اولش 500 تومن اینا بود، الان 800 خورده ای 800 تومن. مثلا این سیستما قشنگ بقیهش زیاد اونجوری ذهن شاید نشد، ولی تو این سیستما خیلی جنس ها رفته بالا. اصلا قشنگ احساس میکنی. خدا به داد برسه. مثلا ما خودمونم 97 98 99 تو کرونا مثلا ما 1-2 بار رو با خانواده این نخاله اسکله برای قایق سواری تقریبا این تمام این روستاهای فردی که سمت راست میخوره همشون قایق و راه برای تالاب انزلی داره. اگه دوست داشتین ولاگ آب کنار ما رو ببینین، داخلش رفتیم با قایق توی مرداب براتون فیلم گرفتیم. مجبوری سبقت بگیری، نه حالا پشت این کامل باید باشه. رستوران من چیداشو دیدم نرفتم خودم، ولی چیداش باحال بود.
ماچین و اینا چیز غذا میاره بار کنار. فکر کنم مایکولی هم زیاد میده. من رستوران زیاد فالو دارم، نه اینکه رستوران زیاد برم. چقدر آب اومده این رودخانه، خدا رو شکر. واسه عکساشون نه به حال کم اطلاعات خودم بالا برم. از وقتی بلاگ میگیرم پیجای دیگر دنبال میکنم، هم جای دیگر رو میشناسم، هم توضیحاتی خیلی هاشون میدن. خب به حال هم آدمی که بلاگ میگیره به حال میخواد ایران رو معرفی کنه باید سری اطلاعات داشته باشه. تقریبا به جز غرب، من غرب زیاد وارد نیستم، خیلی اطلاعاتم محدوده به نسبت خودم، نه به نسبت شما. راجع به مرکز و شرق هرچی بخواین من بازم هرچی بخواین، نه ولی خب اطلاعاتم زیادتر، دروغ نگه آدم بهتر. اینم سوفیانده. داشتم راجع به کباب صحبت میکردم. ما کوچ بودیم ما دوباره میرفتیم کباب میخوردیم. مثلا یه خانواده دوتا خدا خانومم 6 نفره مثلا میرفتیم 1.5 کیلو کباب با مخلفات و دوغ و ماست و برنج نون. ما عادت داریم کباب زیاد با نون. مثلا میشه 200 تومن. یه بار رفتیم 99 بود 1400 بود شده بود 400 تومن مثلا. اینم هنده خاله شده بود 400,000 تومن. مثلا خیلی برامون غیر قابل هضم بود 400,000 تومن. روز معلم شده بود اردیبهشت ماه بود، مثلا خانم معلم فرنگی اینا مهمان کرده بودیم. 400 تومن برای ما خیلی بود. الان که مثلا اون حجم بریم بخوریم کیلوی 900 تومنه. دقیقا 2 تومن باید بشه. من اینجا بنزین بزنم، شاید جای کوتاه کردم براتون، بنزین بزنم که حالم راحت بشه. یا چی افتادم بری ماشین بگیری سریعتر بری یه رو میافتی همون شهر برد ببخش بنزین نزد به 4 گرفتم میره پمپ بنزین میزیم میگه بر گاز بزنم. برای من داستانم پیش ما خیلی پیش اومده یادم افتادم. صفم وای میسی صفحه گاز ها طولانی تره. من توی 3 سال این کانال رو دارم. همه شهرهای گیلان رفتم، همه شون رفتم. این پلیلیست و بلاگ هست دیگه. مازندران هم قبلش هم رفتم، بعدش هم قراره برم. حداقل تا چالوس و همه شهرهاشو میدونم. حالا موردی برای من پیش نیومده مثلا یکی دو تا هم تصادف خلاصه تو هر شهری 4 تا 2 تا مخالف پیدا میشه همیشه. این محترمانه با این که مثل ذلیل و بدبخت رفتار کردن فرق. محترمانه مثلا سلام بکنی یارو عمو میگه عمو نمیدونم چیه. من لهجه خاصی هم نه داشته باشم بیشتر به مازندرانی میخواد تا گیلانی. مثلا هر جا میرم صحبت میکنم به حال مثلا رشتی حرف نمیزنم، حداقلش مشخص گیلانی نیستم، گیلانی صحبت نمیکنم و حالا نشده با من برخورد زشتی بشه یا مثلا با اینکه خودم مثلا کلا آدم تندیم. شما میای مسافرت توصیه دوستانه است حالا چون
خوشم نمیاد کسی رو نصیحت کنم. حالا پیش نیومده برای من موردی مثلا یارو با من بد رفتار کنه، لحن صحبتش بفهمم داره بد حرف میزنه، میگن ادب همیشه ادب میاره. حتی شهری که قبلی که من چه کنم میگفتن همش دعوایی، همش دعوا میشه، خانم هم میگفت نره اونجا فیلم نگی دعوا میشه و اینا. اصلا همچین چیزی من تا الان ندیدم. اتفاقا جزو بهترین شهرهایی که من میرم فیلم میگیرم و کیف میکنم رفتار مردمش. که مثلا یکی میاد اینجا شاخشونه میکشه، بد رفتار میکنه، شمالیا فلانه، نه همچین چیزی واقعا وجود نداره. شما محترمانه صحبت کن، محترمانه. جایی رفتی، من خودم شمالی هم، خودم گیلانی هم، رستوران میرم غریبه که نیست، دروغ نیست، منوشو مثلا توی نیستاش نگاه میکنم، به حال خودم برآورد هزینه میکنم. اینجوری نیست که خیابون دارم میرم یه دونه رستوران هست بریم اونجا، تازه منوش هم دقت نکنم. به منوش هم با دقت کنید، به حال میگه آدم اندازه دو پولش. اگه گرون باشه میام بیرون، تعارف که نداریم. به حال من یه بودجه برای خانواده‌ام در نظر گرفتم، مثلا برای نار 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان. شما میری اونجا منو رو میبینیم یهو مثلا می چند نفر تو 4-5 میلیون. خب بیا بیرون، دعوا که نداریم. مثلا من این جنس رو دارم، آقا این جنس 20 میلیون، اصلا جنس آشغال 20 میلیون. حالا یا این جنس 20 میلیون برای تو میارزه، میصرفه، بهش نیاز داری، 20 میلیون هزینه میکنی. جنس آشغالیه، اصلا چیز خاصی. یا نمیخری، میری از یه بغلی میخری 18 تومن، جلوتر میری میخری 10 تومن، بر اساس بودجه خود. چیزی که میگم نرگسدانه، چیزی که میتونی خرج کنی، بلند میشی میری اصلا بیرون. ما خودمون بارها شده رستوران اومدیم بیرون، به هر بودجهشو نگاه کردیم پول ما نمیخوره. یا مثلا میگم خودم اینجوری آدمیم که مثلا بابت جنسی پول زور بدم، برای من زوره، نه اون پول زورا. برای من که مثلا درآمدم اینقدره، برای من زوره، نه که آقا زور گیره. تا مدت‌ها فکرم درگیره که چرا نیومدم بیرون، چرا نگفتم، چرا قیمت رو سوال نکردم، چرا طی نکردم، چرا اینجوری آدمی هستم یه درگیری ذهنی دارم. خودت باید بشناسی دیگه. وقتی خودت میای میگی آقا فلان جا اصلا سوپرمارکت اومدی حساب کردی، مثلا پرسیدی گفت مردین چقدر 15-20 تومن، بذار همونجا. اولا همچین چیزی نیست، به جز شهرهایی که روستاهایی که خیلی دورن، مثل دیلمان. باور کن دیلمان هم من رفتم قیمت پشت چیز داره، چون ماشین پخش میره اونجا پخش میکنه، مثلا شرکت ها میرن وسیله ها رو اونجا میرسونن. روستایی که مثل شاهزاده ابراهیم، محصول هم حساب کنی ماشین پخش نمیره اونجا. اینا مجبورن مثلا 20%، 30%، باز 2 برابر نیست. من خودم دیدین تو بلاگام گرون بدن میگم، یارو نیمرو رو به من 200,000 تومان داد محصوله. جنس پشت نزده که مثلا 20%، 30% به خاطر کرایه بار. مثلا یه نیسان میگیرن وسیله رو از پایین میخرن تا اونجا میبرن. من تو محصوله مثلا یارو نیسان داخل مغازه که نمیتونه بره، باید تا جایی که یا پایینه یا اون روبرو، باز مثلا یه گاڑی یه فرغونی باید بگیرن 4-5 سری برن جنس رو بیارن بذارن تو مغازه شون. همچین چیزی داره. یا مثال میگم، حالا من باز این درجه این موضوع نیستم، مثلا مغازه‌ای که یارو داره اونجا باید بابت توریستی بودنش یه مالیاتی بده، یه عوارضی بده. مثلا یه دوره بازار خوابیده، مثلا شغل فصلیشه، 20% گرونتر دادن به نظر من خودم زیاد غیر منطقی نیست. این که مثلا 3-4 برابر بده این آرزو داره. مثلا من چای خورم عباس آباد 40,000 تومان، جاده عباس آباد کلاردش 40,000 تومان واسه من اونجا خیلی زور داره. همه حالا نمیدونم توصیه میکنم، ولی به همه میگم که خواستی اونور بری یا با خود غذا ببر، میتونی خب پولشو بده 40 تومن با خانواده، خودت لذت هم میده. چون وقتی به خانواده‌ت و خودت خرج میکنی این 40 تومن نمیارزه چای گرفتن. چای مثلا تو حواست باشه آقا چای 40 تومنه. مثلا کبابی که
500 تومنه اونجا حتما 1 تومن است، به نسبت میگیری دیگه. اینجوری هم نیست مثلا شمالی ها جنس رو گرون بدن. یه سری کارا هست مثلا قایق سواری من دیدم اونم با یارو باید طی کنی اول پولو بدی، یا مثلا 2-3 نفر شاید باشن باهاش صحبت کنی طی کنی ها اینجا مسیر بری توضیح بگی ازش. یا مثلا از سواری اینجوریه. این شغلایی هست که چی نداری. سوپرمارکت کسی آب معدنی نه 15 تومانی 50 تومن بهت نمیده، همچین چیزی نیست. اون بالا هم بری نمیدن. میگم من خودم میرم ولی آب معدنی 20000 تومانی ندارم، تو آب معدنی کوچیک تو پایین 10 تومنه. محاسبه 15 تومن. آینه شروع شد. میبینی این دکا رو الان که نیومدن بعد بعدشون شب میخوابن نگهبانی میدن. خیلی باحاله. واسه همین توصیه دوستانه این که اولا که گفتم رفتارتون که تو بچه این شهر باشی با یه جایی، حالا نه شمالا، شما هر جا میری باید رفتار نسبت به مردمش محترمانه باشه. ما جنوب میریم نباید رفتارش باشه یارو مثلا احساس تغییر کنه. نمیدونم شما مهمون اون شهری باید احترامشو نگه داری. هر جا وارد میشی، هر جا هر اتاقی، هر ملکی، هر چارچوبی شما باید اجازه بگیری. یا مردم مغازه نیست شما نباید برید داخل، تو محل خودتون باید بشید باید رعایت کنید. ما تو مثلا تو بیمارستان یارو کلهش میندازه میاد داخل اتاق، یا کجا میای بدون اجازه؟ من کار دارم اون چارچوب اونجا حریم شخصی یارو شما با اجازه محترمانه باید برید داخل. مثلا میای شما، من نمیگم خودمون رو بومیا رانندگی یک داری ولی شما مسافری، شما باید بیشتر حواست باشه. اصلا چرا؟ شما مسافری هر مشکلی هر حادثه‌ای پیش میاد تو اینجا گرفتار میشی. تو اینجا مثلا میگم حالا خودی من اینجا نیست، مثلا من اینجا خدایی نکرده خدایی تصادف بشم شهر رشت نزدیک خونم میتونم نزدیک برم. شما اینجا اسیر میشی با خانواده. خودت واسه سلامتی خودت باید رعایت کنی. من میگم باز 100 بار 1000 بار این بار گفتم اینجا بومی هیچ رعایتی نمیکنه، هیچ بومی رعایت نمیکنه. خودم هم رعایت نمیکنم، خودم هم جزشون هستم. میای اینجا 150 تا پر میکنی، یهو سبقت میگیری به بومی فرمان میدی. حالا مثلا این شهرهایی هستن میان مسافر میگیرن میزنن. باز میگم کار خوبی نمیکنن ها، من همچین کاری رو تایید نمیکنم. مواظب باش نو گنگستری ما میزنیم داغون میکنیم، نه همچین چیزی نیست. ولی هست تو هر شهری یه چند تا ناخاله پیدا میشه، یه شهرهای ناخالش بیشتره. خودتو گرفتار کن، همه چی رو سوال کن، همه چی رو برآورد کن. خداییشم میگم زندگی کلا گرون هست اینجا، چیز نیست بیای ارزون شمال گرونه. ما کاشان رفتیم، این ماه پیش سرین رفتیم، مشهد رفتیم، یه تایمایی میشه اصلا خونه گیر نمیاد. یا مثلا قشنگ تو دیوار هم هست سرچ کن، تو دیوار شهر خودت الان برو هزینه هم که برنه اونجا دراز کشیدی نگاه کن، مثلا سویت اجاری ببین آخر هفته نمیشه قیمت متفاوت هست، قیمتاش اونجا درج کرده بیشتر نیست. همه جا همینجوریه. تو اگه خبر نداری دلیل چک کن، اگه نبود بیای زیر بینید آقا شهر ما فلان جای اینجوری نمیدن، ما میریم برای چک میکنیم. دیگه زندگی سخت شده و هم دیگه رحم نمیکنن. مثلا تو همین 12 روز جنگ، تو همین 12 روز اونور میرن کسما و چیز صبح سرا، تو همین 12 روز جنگ تو کوچه‌مون، تو کوچه مثلا مشخص بود چند تا خانواده دارن با هم زندگی میکنن. یورو 2 هفته داشتن تحمل میکردن، همسایه‌ها تحمل میکردن، خود شهر تحمل میکرد.
اونم شمالی بودن دیگه، ما هم شمالی بودیم. مثلا ما داشتم گفتیم ما خونه اضافه داریم، اصلا خونه خودم هست، کلید بد میدیم، ما میریم خونه مادر خانم هم زندگی میکنیم، شما بیا خونه ما. هم خدمتی پدرم اینا اومده بودن خونه بابام اینا، خونه ما هرچی ما تعارف زدیم کسی نهیم. همین تو همین جنگ بود دیگه. رفتم بالای منبر این ول نکرد. این یه تیکر رو طبیعتشو من واقعا دوست دارم. چیزا اینو درخت صنوبره، برنجا رو خوش کردن، صنوبر کاشتن تو سومسرا آستانه یه سری شهرها تقریبا برنجو دارن خوش میکنن، این صنوبر میکنن، چون هم مشکل آب هست. واقعا برنج خیلی زحمت داره، چون برنجکار باشین، برنجو دیده باشین، شما شاید یه دقیقه شو یه ساعت شو کلیپ دیدین این کاری ندارین، هر روز باید بهش سر بزنی، هر روز حرص آبشو بخوری، بارون نزنه، نمیدونم برنجو ندزدن، محصول تو کارخونه گم نشه، نمیدونم قیمتش چی باشه، کارگر پیدا شه، سم پیدا شه، خزانت از بین نره، این که همش استرسه اصلا، چون هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، هیچ بیمه نیست که یا برنجت میشه یا نمیشه. مثلا پارسال بارون زد مجبور شدن زودتر بچینن، نیم دونه زیاد شد، زودتر برنج بچینی اون دونه‌اش سفت نیست، موقعی که میخوای سفیدش کنی جو درش بیاری میشکنه، مثلا نیم دونه میره بالا، باید برنج کامل برسه. یا مثلا بین پوسته و اون چیزش گرده است، مثلا اون بخول داشت بگیر آبای بیجه، اینم اسپند، مثلا حالت قرمز رنگ پیدا میکنه، نه اینکه بدمزه بشه. مشتری نگاه میکنه میگه آقا قرمزه، مثلا ما بعد پارسال برین کنم 100 تومن اینو بود، 100 110 85 تومن، یهو زمستون گرون شد. یهو زمستون به بالا که هم بالا رفتن هم دست کشاورز نمیگرفت، دست دلال، کشاورز بخوره و نوش جونش. مثلا شما میبره میری میخری کیلو 100,000 تومن، میگیم آقا این فروشنده 10 تومن داره میخوره، 90 تومن نوش جون کشاورز. همچین چیزی نیست، 10 تومن رو کشاورز داره میخوره، اون 90 تومن بین چای بادمجون خرید، اینجا بادمجون محلی هم داره، 90 تومن هم بین 2-3 نفر دلال داره میچرخه، نفری 30 تومن، یعنی بدون زحمت که داره بخری و پخش کنی. خب نسبت کشاورز به زحمت کشیده اونا 3 برابر میگیرن، چون دلال. یه خدا رو شکر همه بیاد میدونن کشاورز 10 تومن نمیکن 12 تومن، نه 15 تومن، نه آقا 20 تومن، 2 برابر. میکنه 20 تومن، میوه یهو از 100 تومن میشه 150 تومن، 160 تومن، 170 تومن. اینو میبینید باحاله. اینجا خاک اینجا آبروفتیه جلگه‌ای، شالا همه چی در میاد، هندونه، بادمجون، فلفل، ترو، زیابر و اینا، چون این مرکز آستانه صنوبران به خاطر این رشد میکنن. ماشاءالله چقدر بزرگن. یه آقای از اسم فامیلش یادم رفت، یه ماشین داره، چیز نمایشگاه ماشین داره، بعد مشخصه این
رشتی حرف میزنه، مال رشت نیست، مثلا مال روستاست، قیافش معلوم آدم ساده‌ایه. یه صدای چیزم داره، تقریبا صدای دورگه است. چی میگه؟ خیلی بابون همه رو بابون، من باحال میگه. بعد من مثلا این کامنتاشو نگاه میکنم، هیچکی قیمت ماشین نمیپرسه، همه میگن داش عجب صدایی. یه سری نمیشه ما به خاطر صدا تو رو فالو کردیم. خیلی بال حرف میزنه تو راجع ماشین یا دوزی میده. من ماشین هست، نه ماشین خریدم دارم نه فروختن دارم. تو اکسپلور رو من میام میگم کلیپشو تا آخر نگاه میکنم. خیلی بال حرف میزنه، رشتی حرف میزنه. باز میگم من 100% نمیفهمم، 70-80% میفهمم، 20% یه اصطلاح خاصی میگه. دیروز من فهمیدم مثلا رشتی ها فکر کنم به قورباغه میگن گوسکا. گوسکا برای من جذاب خنده‌دار بود. یارو میگه تا دیروز میگفتی کشپیرن، امروز الان میگی درس. یا مثلا جغدو میگن کروقوقو. تخمه میشه سیویشکا. این کلمه رو با جدا کنم بهتون بگم. آچانه میاد ازش سوال کنم، بال میگی. ساعت 8:55 است، 5 دقیقه به 9. ساعت ماشین ما خودش خود به خود اومد یه ساعت عقب. همش فکر میکنم وقت دارم. معمولا وقتم نداشته باشم خیلی سرعت بخوام برم 95 تا 100 تا، مثلا اینجا 110 تا 120 تا برای خودم سخت. خانومی 2 هفته پیش به ما آوردن بیمارستان. سر پیچ همین پیچ اینجوری بود، سر پیچ سرعت زیاد داشت، نتونست به پیچه دستی کشید، ماشین منحرف شد زد به یه دونه دیوار بتونی بود. ساق پاش خورد شده بود اصلا. اطلاعاتو اگه شما خانمی دارین تو خونه رانندگی میکنه بهش بگین چیزا رو رانندگی یادتون میاد، بهش بگین که آقا دستی باید سرعت 10 تا 15 تا نهایت 20 تاست، نه سر پیچ دستی آدم نمیشه. زنده بود ولی واقعا دام. اینم زیابر زیبا بگیم کردم اینقدر صحبت کردم مسیر کوتاه شده. خود نمیگم یه 2 نفر به رانندگی صحبت کنه برای راننده مسیر نزدیک میشه. اینه واقعا میگم به پایتخت صنوبر ایران زیابر. خوش آمد. ولاگ دوشنبه بازارش دوست داشتین نگاه کنین، تو پلیلیست شهر سومسرا براتون گذاشتم، اگه یادم باشه لینکش هم براتون پایین میذارم. یه دوشنبه بازار زیبایی بین همین 4 راه میشه دیگه، از همین 4 راه شروع میشه. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشید. صحبت زیاد کردیم، همتون رو دوست داریم. لایک، کامنت، حمایتتون فراموش نکنید. همتون رو دوست دارم.